پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. بنده امین فردی خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم با آخرین اخبار اطلاعات از مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری، یکی از مجریان مشهور صدا و سیمای ایران. با شما هستیم. صحبت‌هایی رو آقای شهریاری دادسرای ویژه جنایی تهران مطرح کردن راجع به علت فوت خانم آزاده نامداری تا این لحظه و تحقیقاتی که صورت گرفته و یه سری اطلاعات رو من از همسایه‌های خانم آزاده نامداری به دست آوردم که در طول این ویدیو بهشون اشاره خواهیم کرد. نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای شهریاری به عنوان دادسرای قاضی اصطلاحاً دادسرای جنایی تهران یک مصاحبه کرده بودن چند ساعت پیش و همه این موضوعات رو راجبشون صحبت کردن که این ویدیو رو برای شما پخش می‌کنیم و گفته بودن که خب همه چیز ختم به خیر شده و داره بررسی میشه و صحنه جرم پلم شده طلوعش مثلا ساعت 3 و 4 ظهر و بعد از اون هم دیگه اتفاقی نیفتاده. اما همسایه های خانم آزاده نامداری میگن که ساعت 10 شب امشب به وقت تهران 15-16 تا مأمور ریختن تو خونه آزاده نامداری و بررسی کردن و جستجو کردن، کل ساختمون رو محاصره کردن. به همسایه‌ها گفتن که حق ندارید فیلم بگیرید و کلا یک روح و وحشت عجیب و غریبی تو ساختمون خانم آزاده نامداری که در طبقه 7 برج مهستان در منطقه سعادت‌آباد زندگی می‌کردن و اگر این موضوع تموم شده و دارن بررسی رو انجام میدن، حالا چرا میریزن تو خونه و این اتفاقات عجیب و غریب میفته؟ پلم خونه رو 2-3 بار هی باز کردن، هی بستن. حتی گفته شده که یک دست نوشته و وصیت‌نامه هم از خانم آزاده نامداری که خطاب به دخترش هست کشف شده. از طرفی اعلام شده بوده که علت سفر همسر خانم آزاده نامداری آقای سجاد عبادی به رامسر و همراه دخترش دعوای شدید خانوادگی بوده که داشتن و اختلافاتی که بوده، برای همین آزاده نامداری سفر نکرده و مونده تهران و بعد از اون هم گفته شده که اسنادی که هست گویا با مصرف دارو خودکشی کرد. این آخرین خبری هستش که آقای شهریاری دادن و گفتن که مقدار دارو تو خونه پیدا شده. تلفن همراه خانم آزاده نامداری بررسی شده، حتی تماس‌هاش هم بررسی شده، اما کالبد شکافی خارج از نوبت قرار برگزار بشه در طول 3-4 روز آینده. احتمالاً نتیجه قطعی هم به مردم اعلام خواهد شد. اما مصاحبه آقای شهریاری رو بشنویم که بالاخره یک مقام مسئول داخل ایران پیدا شد و نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و صحبت کرد. ببینیم. آخرین اخبار و جزئیات از فوت خانم آزاده نامداری در گفتگو با سرپرست دادسرای جنایی تهران. خبر تلخ بود واقعیت برای ما هم فوت یکی از مجریان سابق صدا و سیما در ساعت 19:30 روز گذشته، یعنی هفته فروردین 1400 حسب تماس کلانتری 134 شهرک غرب مبنی بر اینکه جسد خانم آزاده نامداری در آپارتمانشون در شهرک غرب کشف شده، بلافاصله این جانب به عنوان سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه غرب و اکیپ صحنه که شامل کارشناسان تشخیص هویت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به محل صحنه از زیمت اومدیم. خب جسد مرحوم با لباسهای زیر در منزل در آپارتمان یافت شد. آپارتمان به هم رسیدگی خاصی نداشت، همه چی مرتب بود. اولین فردی که از فوت ایشون با خبر شده بود مادر ایشون بود که پزشکی قانون مرگ بین 30 تا 40 ساعت گذشته تخمین از زمان فوت با توجه به پدیده‌های نقشی که حاکم شده بود بر جسد در هم محل صحنه، محل فوت، محل آپارتمان توسط پزشک قانون معاینه شد. هیچ گونه آثار ضرب و جرح، شیار گردنی نداشت جسد.
وضعیت استقرار جسد و صحبت‌هایی که با پدر مادرشون کردیم به این نتیجه رسیدیم که ایشون، همسر ایشون و فرزند خردسالشون در زمان فوت در منزل حضور نداشتن و در مسافرتی بودن. چون فرمودید تو این 48 ساعتی که ایشون تنها بودن اصلا خانواده با ایشون هیچ تماسی نداشتن آقای شهریاری؟ ببینید خانواده پدر مادرشون ما سوال کردیم، تصورشون برای این بوده که ایشون شمال هستن و خب تماسی نداشتن تو این 2 روز اخیر، 2 روز قبل از فوت. و خانواده و همسرشون تصوری میشد که ایشون در نزد پدر مادرشون هستن و تماس بینشون رد و بدل متاسفانه نشده بوده. فقط در حد چند تا پیامک بوده که همسرش گفته شما حتما مادرت اطلاع بده که با ما مسافرت نیومدی، که ایشون هم اطلاع نداده چون مادرشون اصرار کرد که من اطلاع از نرفتن به مسافرت ایشون هستن و من تصورم بر این بود که ایشون به مسافرت شمال به اتفاق همسر و فرزند خردسال خودشون رفتن. ایشون میگه که قرار بوده ایشون با همسرشون به مسافرت برن و در همون آخرین لحظه به واسطه اون اختلافاتی که بوده اون مسافرت کنسل شده. پرده خودکشی بسیار قوی میباشد با توجه به دست‌نوشته‌ای که گذاشتن و مصرف دارویی که پزشکخانه اون رو تایید کرده و داروها که اونجا کشف شده. خب این داروهای ضد افسردگی بوده که ایشون مصرف داشتن و حتی نسخه دارویش هم در منزل کشف شد. به نظر می‌رسید که یک نوع مسمومیتی که به صورت عمدی و خواسته شده بود اتفاق افتاده و در اثر همین مسمومیت به رحمت خدا رفتن. مقداری دارو و دست‌نوشته ازشون کشف شد که در واقع همون وصیت بود که بیشتر خطابش دختر خردسالشون بود و یک نوع خداحافظی بود که با دستخط‌های مسلمان صدور ایشون تطبیق داده شد. طی اون وصیت‌نامه‌ای که ایشون نوشتن برای دخترشون و پیامک‌هایی که رد و بدل شده در لابلای هم بحث خاصی بوده به نظرتون؟ اختلاف خانوادگی خاصی بوده؟ بله ایشون حالا به این صورت که بیشتر با دخترشون دردل کردن و خداحافظی کردن و یک مقدار تعیین تکلیف کردن و وضعیت اموال و یه مقدار حالا از زندگی موجود اعلام نارضایتی کردن. درسته بحث تهدید و اینا بس نبوده؟ قتلی، تهدید، این بحثایی که مطرح میشه نمیدونم شایعات زیاد بود، کرونا بوده، نمیدونم تهدید بوده، قتل بوده، اینا بس کلا رد میشه. بله شایعات رد میشه. بررسی‌های دقیق ما در صحنه انجام دادیم. از ساعت تقریبا 8:20 که ما رسیدیم صحنه تا ساعت 1 یا 5 ساعت که بسیار دقیق صحنه رو بررسی کردیم. هیچ تهدیدی وجود نداشته، هیچ فرد غریبه قبل از مادرش نداشته به منزل، هیچ جنایتی رخ نداده، وقوع دگرکشی کاملا منتفیه. این اطمینان رو به شما میدم که واقعیت همین بود که ما خدمت شما و بینندگان عرض کردیم و هیچ موضوع دیگی در میان نیست و اطمینان کامل از این موضوعات داشته باشن. ما صرفا به موضوع نگاه قضایی داریم و ایشون هم مثل سایر متوفیان دیگه با پروندهش برخورد شد، بلکه خیلی دقیق‌تر با موضوع بررسیش برخورد شد که ذات شفاف بخوایم علت فوت رو در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کنیم و اطلاع کنیم. ابهامی تو پرونده واقعا وجود نداره. آقای شهریاری این عنوان شده بود که ایشون باردار بودن، چجوریه؟ با توجه که امروز جسد در پزشکی قانونی کالبد شکافی شد، موضوع بارداریشون کاملا منتفی اعلام شد. گرچه در صحنه هم با پزشک قانونی دیشب بررسی کرد، منتفی بودن اون اعلام کرد، منتفی بودن بارداریا، اما دقیق‌ترش امروز بود که کالبد شکافی صورت گرفت و کاملا موضوع رد شد. موضوعاتی که مطرح میشه تو در فضای رسانه‌ای شاید موجب میشه که گاهی وقتا به صورت شفاف رسانی بشه. شاید تهمتایی که میزنن، اتهاماتی که میزنن حتی بعضا به خانواده خودش، بستگان همسرش، موجب میشه که ما بیم اطلاع‌رسانی شفافی انجام بدیم. خب این اطلاع‌رسانی شفاف ممکنه با حیثیت اون فرد دفعه وارد بشه. که خواهش میکنم که قطعا هم اهالی رسانه هم اهالی که در فضای مجازی حضور دارن حتما اخبار رو از منابع موثق دریافت کنن و از پردازش به مسائل خیلی جزئی و ریز خانوادگی که به حیثیت این خانواده لطفه وارد میشه خودداری کنن. بله این آخرین توضیحاتی بوده که مقام‌های مسئول به صورت رسمی اعلام کردن. خانم آزاده نامداری که در سن 36 سالگی جان خودش رو از دست داده و اونجوری که مقام‌های مسئول میگن خودکشی کرده، اما خانواده خانم آزاده نامداری از جمله
دایی خانم آزاده نامداری میگه که آزاده نامداری شرایط روحی خیلی خوبی داشته، اصلا افسردگی آنچنانی نداشته که بخواد دست به خودکشی یا از این دست رفتارها بزنه و این صحبت‌ها و این صحبت‌های عجولانه بدون اصطلاحاً اسنادی که از سمت پزشکی قانونی بیرون بیاد کمی مشکوک هستش. باید ببینیم که در روزهای آینده آیا خبر جدیدتری بیرون میاد یا نه. حتما کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید که اگر خبر جدیدی هر لحظه از شبانه روز به دست ما برسه از طرف همسایه های خانم آزاده نامداری، مرحومه آزاده نامداری، به دست شما میرسونیم و بهتون میگیم. مرسی که با ما بودید. حتما برامون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک بکنید یا ویدیو رو به اشتراک بذارید که بقیه دوستان هم ببینن. مرسی که تا این لحظه با ما همراه.